سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال فواد مارسون در خدمت شما هستم با یه بازی دیگه. شاید بگید این بازی چی اومدی؟ این که خیلی بازی گوگولیه، ولی خب شما دارید قول ظاهر این دیو میخورید. با من همراه باشید که ببینید این بازی چطوره. نبینید فضا چقدر شاده، همه چی خوب و خرمه، مثلا ما توی خونه خوشگلیم. بله، این بازی ترسناکیه که توش دارای چندین نوع بازی ترسناک دیگه هستش. یعنی اینکه یه نوع بازیه که چند نوع بازی میگه میخوای بهت یاد بدم چطور بازی کنی. داشت حرکت نمیکنه. میگه با WSAD حرکت. خب اون فکر میگه تو اینجا چکار میکنی؟ چکار میکنی؟ این چیه هواپیما؟ خب، میگه بذار ببینیم. نمیشه کار کنیم، من بازی میکنم. این چیه؟ میگه ما شبیه هم نیستیم، خواهرم و من. میگه اون همیشه بیرونه، من همیشه اینجا تو خونه گیر کردم. حال نداره. خب الان میبینیم که چک کنیم، فکر کنم. بله، تو بذار بریم چک کنیم یا نریم. سوال خوبی بود. بزن دانلود شد. بسم الله. بابا بازی ریختیم برای بیچارش پارس. یه قسمت از بدنم بمون. خب به هر حال، یا خدا، میگه سلام، من میتا هستم. خب میگه اسم تو چیه؟ دلم میخواد اسمم بذارم میتا فشار بخوره بر. خب 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 میگه خوشحالم از اینکه میبینم. اسم منو گفت. میگه چیه؟ میگه میشه یکم کمکم کنی؟ آره هستم. میخوره. خیلی داری پر رو میشی و این کمک که تو از من میخوای. یه آدم پیرمه. یهو خب حقوق زر. یه خیلی ممنون هستم. روز دوم فکر کنم معتاد بازیه داریم میشیم یه کم کم. میگه من خیلی گشنمم. میگه میتونی کمکم کنی که از پذیر. باید بخریم پشمام، چقدر شرید خوبه. میگه تو همه چی داری. خب به معلومه من همه چی دارم. اینو بخوام. بله اشتباه شد. خدا این چه بازیه. من نمیکنم. میخوام ببینم این همینه یه روز چی شد. جواب بذار اینه حرفه‌ایه. میگه تو میتونی پول دراری. یه میدونست بازی کنی که پول دراری نفرت کنی بکنی. اینو میخوام. یه 14 تایی رو میدیم. با 200 تا اینقدر ارزش شد. اوه خوشحال شد. چی گفت؟ با من نیدم. من اسکی کرد. باش تلویزیون بخر. خیلی آدم کثیفی هست. اون تلویزیون رو میخواد چیکار کنه؟ میگه این چیزیه که قابل حمله و چیزی که من میخواستم. ممنون. 10 روز گذشت. خب تو برگشتی. میگه چیزمو گم کردم. شونمو پیداش کن. حالا این وره من اون وره.
میگه نه اینجا نیستش. میگه فقط فکر میگی آشپزخونه رو باید نگاه کن. حالا فکر من نگاه نمیکنم. ای بابا نه نباید اینطور درست در میومد. بابا سایدیمون اینطوری هم میکنه حالا که هیویه. بیا بابا بچه زور نداری. میگه خیلی ممنونم بابا. یه ماه شد بازیش کردم من همه سرنگوش کرده بودم از این پولم بیشتر بود. یه گوشه رو ساخت پایین واسه چرا داره برف میاد. هلو میگه اینجا برای ماشین هست واسه بایدم. میگه من درون بازی هم نه بازی درون منه. ورژن 1.5 توی سویچ ران استارت فور ترنینگ یوتان. خب من چیکار کنم. خب من الان چیکار کنم فدای تو باشم. چیه این چیه. یه find your recurring. او میگه چیزایی که میخوای رو پیدا کن و اسکن کنه. اوکی چیا رو میخواست. آن گله این نیست. نه یکم کنده است. بس چطوری از صفحش داره. اینا یکیش اینو بذار. خب انشالله دیگه بازی از الان چی میخواستی که قاشق بود. من خیلی بدم میاد. یه مشکل خیلی کوچولویی که داره اینه که بگذار اون یکی چی بود. ببینیم اینا باز میشه. خب حل. نگاه وقتی که از یه اتاقی میریم به یه اتاق دیگه فی استراپ میشه و خب متاسفانه میترسم توی ویدیو یه جور دیگه برم. یه خیلی فی استراپ شد. دیگه اینو گذاشتم 50 اف پی اس. چرا چیا رو مطمئن این چیه. خودکار کجاست. شما خودکار میبینید اینجا شنبه جان. آی سفید خودکار او فیگوره. اینم گیمه. این چیه. این چیه چرا روش هستی بلده نکنه یه خواهد ولی که خودکار نداره اینجا دهنی سرویس. الان میمیریم همون اول بازی. رو خودکار اینجا نیست. خودکار تو حاله به احتمال زیاد. دیدی بعد وقتی چیه. خب اینجا باید خودکاره باشه. دفعه پیش که من اومدم یه بار رکورد قد شد خودکاره اینجا بود. الان نیست. یا اینجا دیگه تحتش اینجا. به این میدونی من تو این اتاق هست ولی کجاشو خدا. ولا این اینجا نبود. ولا که این اینجا نبودش. ready to run. چیکار کنم اینه loading. شاید از برم اینجور چیکار کنم. پورتیل پورتال نیست. دارم مردم کابوتی میشه. داداش بابا بذار go to the fuse box. وای 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 وای
وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای بهتر حداقل از وضعیت قبلیش در هم سرویس. خب بشم من چی میخوای؟ پاتریس؟ بابا گفت انچ من چشم کوره باتری برم پیدا کنم یا از با سلام. من عوض میخوام من مزاحمت بشم. نه به خدا من نمیخوام بازی کنم من اومدم باتری رو وای وای الان میده تو کمد وای من این حالت جلو چشم بود این کورا رفتار کرد. میگه تو کی؟ من خدا. تو من کی؟ من خودم خدام. تو خدا. کی؟ مارسونم. خیلی ممنون داشت یکی برای این. خب این یکی اینجاست باتری را لاغش افتاد دیگه منو دوست. این یکی هم بذاریم اینجا و تموم. آقا ما که رفتیم آقا اسلام خداحافظ. چه نمیتونی هیچ کاری کنی آره شاید میتونی دیگه کنی. من میرم من اینجا نمیمونم. تو رو خدا برو. تو رو خدا برو. برو جان هر کی دوست داری برو. من اینجا نمیتونم بمونم. دهن سرویس تو دیت ترانسفر میگه بالاخره ما دیدیم خیلی خوشحالم میگه ازت خیلی سوال دارم. نه میگه میدونم تو از من میگه خب از اونجایی که میتونی ببینی من این دستگاه ساختم میگه تا بیارم تو اینطور اینجا. میگه ولی خب تو متاسفانه رفتی توی یکی دیگه ولی خب میگه اون داستانش طولانیه میگه به هر حال خوشحالم میبینم هرچی روی آقا ول کن. اه، کیه داره برامون جوست بار میکنه چیکار میکنی؟ نه من زیاد آب میبخور نیستم قربون دستت. اینو دقیقا از تو آگهی اون در مورد این چیه میگه این گوشی من نیست داشت گوشی من از چیکار میکنه مهم نیست یه فکری دارم چه فکری داری یه عکس بگیم یا من از این عکس بگیم خدا رو سرم که بخندم تو این وضعیت کسی میتونه بخنده وای خیلی عکس خوبیه برای خودت دار وات چی گفت اینجاست اگه من همین بازی از گوشی اینجور کنم تو رو هم اینجا میبینم میگه اینطور کار نمیکنه آب نبود چرا در اون چی فکرش هم نکن پاشو بریم من گوش میدونی بعد از سالها مسافرت گزا خیلی میشه غذای کو این چیه یه انگشتر اینجاست پاشو یا خدا چاقو گوش نده چطور این چیز بپزی نمیدونم جمع گفت یا نه ولی خب گفت بیا بپزی چه بپزی واسه ببینم این میوه از کجا اومده اینا اینجا نبودن
ما تو بازییم، بهم کمک کن زهر ما مرتی که زنی که البته من خدا نگاه ای وای حالم از این کار کنم. اینو میتونم انجام بدم. این هست. بس این اینطوری بدم. اسکیسور دیگه چی بود خودی این چیه میگه برو از دست یه اسکیسور بردار. لانگ دربون وات ولش کن ببر. ای، چی شد؟ من که نمیدونم چی رو خواستش. بذار ببینیم چی رو خواست. اینو میخواد قیچی سوس. ام، سوس. ولی چون تو گفتی سوس رو بزنیم دیگه چیز نمیشه فوقش میمیریم دیگه. یه سوس عشقه. چقدر صدای دختر هستش آقا ول کن. چیه هیچ. یه بگی چرا قیچی دادم بهش. خیلی دوست دارم چی رو بزنم چی میشه. میگه چطوری با هم حرف بزنیم قبل از اینکه بخوریم. چطوری من چی میرم خودم. میخوای بدی ولی چرا اینجا همه چی هست کویزیه. همچنین من اینجا. خب به من چی تو اینجا دیگه من به خاطر تو اومدم اینجا. من نگران خانواده هم من خانواده دارم. یه چیزی تو خونه فراموش کردم. خیلی زود اینجا رسیدم دیگه. وقتی نداشتم که اینا رو جبران کنم. ببخشید خیلی دور شد. بگید بخور. نه اوه سوال خوبی. یه چرا از نایف استفاده کرد. I could use the knife but the sauce packet, but I wanted it to be perfect when you go back. I left freezing. تیهی بیا بخوریم آقا بریم. خب جون بخوایی من چرا خوردم واقعا. delicious law عشق خوشمزه ممنون. به این زودی تموم کردی؟ بله من به این زودی تموم کردم. مشکل داری تو میگی چه باید تریاک دادم. ای قدرت شیشه. ای دست بزن به من. چی گفتم من نمیدونم چی میگم. بابا من الله بیو داشت من نمیبینم این چیه ویتامینه مثلا B12 B12 میگه قرصه موجب میشه بهتر احساس کنی. بنداز قرص رو. به عجب قرصی به دستشو گذاشت رو چشم دستشو. میگی چطور رسم میکنی بهتری آره داشتم نمیبینم دیگه خیلی سری کار کرد. ما تو بازیم همه چی اینجا راحت تره. حتی کوچکترین چیز بیشترین ریزون بابا ول کن. خب والا
آقا واسه من نمیتونم ببینم. این پشتم بود. این به وله پشتم بود. واسه اینم چرا همه چیز عوض شد. بیدار شدی؟ چطور اومدی اینجا؟ تو دقیقا پشت من بودی. یه نه من نبودم. تو توی چرا اتاق عوض شده؟ ببخشید من اتاق تعویض کردم. میتونیم اتاق رو تعویض کنیم هر چقدر میخوایم. یه تو نباید این کارو میکردی. من داشتم به اینجا تازه عادت میگم ولی خب آره خوبه دیگه بیا بریم. اما من رفتم خیلی خوش گذشت. بود ای اوکی. این چه باز این چه چون تو بازیم زندگی لگ میزنه. چقدر گوشیمون ضعیفه. کارته بکن نصف حرفاشو دقت نکرد. آقا به کارت بازی کنیم. نه من کارت میخوام. کارت بهتره. یه تا کارت کنسول چی؟ همینه آقا بریم. بریم. خوشحالی ما بازی کنیم. بازی این شده. کارت من یکی کارت هنده آیا نوست باید یکی کارت خب میگه بازی میکنه که یه چیزی مثلا میگه پوچی باش میکنه میگه قلبه مثلا چیزه بعدش انتخاب بکنی چیکار کنی. الان قلبه بازی کن. این 6 تا داره 6 تا 6 تا 10 تا میبریم. الان میبریم. الان چیزه شمشیره بکنم باید 8 رو بندازیم. این 2 تا 10 داریم خب که همشون 3 و 5 میشه ولی بیشتر از 10 نداریم. خب همین اینو بنداز. میگه این چیزه بله مطابیه هر چی جلو بیشتر بیاره همش درو میکنیم. نه هم ناده همش درو باخت کنیم. حالا یه دست بود کن اتچ صدا اومد. شنیدی؟ از اونجا داشت میدونم. بابا من مغزم رفت بزن. ای بابا این صدا چرا درست نمیشه. کسی اونجا نیستش. ولی من خب بازش گفت توش هستم من خب باز کنم چرا اونجا قایم میکنی؟ چرا؟ دوباره چرا این؟ ببینم قضیه چیه؟ یه مشکل چیه؟ من اینجا فقط یه وال بورده من اینجا لباسام هست. یه چیزی هست من پنهان میکنی. چرا نمیخوای باور کنی منو؟ من مگه چی کار اشتباه کردم؟ من فقط هستم با تو باشم. به من چی میخواستی نبودی؟ یخ. دیگه چرا گیر دادی به این کماده؟ میخوام ببینم اون پوشیه. مشکل داری هم مشکل داری تو بودی چه بلایی سر من آمده؟ حرف نزن. چه ربطی داره؟ توی کاسو گیم تا خدافز ما رفتیم. فهمید بخورینت تو میخوای ببینی اونجا چه سنن پس انجامش و پیدا کنی. تو خراب کردی همه چیز و خودت توی که زدی زیر قولت خراب کرد. خب turning turn off the radio آقا ولی ما که رفت
ای وای من کورم آقا. عجب غلطی کرد. سلام، خوب هستید؟ آن ریدیو اینجاست، کوش اونا کوریم دیگه آقا. کورعلی. این علی هم افتاده. شکلی کیچن اونجاست. تو خراب کردی همه چی ای خدا. عزیزم ناز نکن، اینو بده من باز نکن. خیلی ممنون داداش. مرام معرفت دوستی رفاقت. تو اشتغل دیدی؟ داشت ببین. صندلی رو هم من مرام گرفت. معرفت به من دوست. گفت بلند چرا شو. سر یک کمد داریم دوستیامونو خراب میکنیم؟ خدا لعنت. خدا لعنت. آقا میخوام چقدر تو خراب میکردی همه چیز و خود. باز کن این در رو. الله الله الله. اینجاست. مردم. مردم. بریم بیرون آقا، بریم بیرون بریم. ببین من میگم بیا با هم دوست باشیم، نظرت چیه؟ اوکی. بگو آره مشکل باز کن این در رو. باز کن من بیام این. بابا آکه حالا من نکن. آقا نکن شما. ای میتا خودتی ای میتا. میتونم عقلانی. میتا من با دوستم میتا جو قربونت برم بیا اینجا. میتا اون چاقو رو بذار پای. میتا میتونیم با هم دوست باشیم میدونستی؟ میتا اما یه آه 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 میتا چه من پام گرفته آقا بیا با هم دوست باشیم. ای میتا خودت ایشم و جان بیا با هم دوست باشیم میتا جان. خدا لعنتت نکنه میتا. فایند میتا. میتا جان در باز. خدا لعنتت نکنه میتا جان. ببین میتا جان رفت اینجا درسته پس ما میریم تو آشپزخونه. من شرط دادم میتا جان تو آشپزخونه است. میتا جان اینجا یه قربونت بشم. ببین میتا من فقط خواستم با بازی. میتا جون خودتی قربونی پوش عزیزم پاشو. نکنی حالا چاقو تو. مرا ببین. میتا رو برد در خونش. خب الان چه غلطی کنی؟ تو خراب کردی همه چیز و خودت. حاشیه فکر کردی من از ششه تو. تو شبی روده باریک هم نداره. خب آقا بریم ببینیم اینجا چه خبره. چند دقیقه شد ببینم. اه، چند بیشتر ببین. The basement. اوه ما الان تو بیسمنتیم. اینجا جایی بود که میومد فیلم میگرفت. پشمام. پشمام پشمام پشمام. این چیه؟ کلید این گاف صندوقه. پس ببینم شاید باید اینو باز کنیم. رمز میخواد شاید. این میتاس. شیش بر 70. من چرا نمیتونم پیدا کنم.